بچه‌ها به ویدیو دیگه با من خوش اومدین. اگه من رو نمیشناسین، من هدیه‌ام، 30 سالمه و 2 ماهه که از طریق ویزای آسپیلدونگ به آلمان مهاجرت کردم. توی این ویدیو میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت کنم. موضوعیه که مطمئنم جای دیگه نشنیدید و من خودم هم قبل از اینکه بیام و توی مدرسه درسش رو بخونم اصلا شناختی بهش نداشتم. موضوع ویدیو امروز درباره بندهای قرارداد آموزشی بین کارفرما و کارآموز هستش. در واقع همون Berufsausbildungsvertrag. خب بریم که من از رو بنده پاراگراف براتون بخونم و توضیحاتش رو بهتون بدم. بند اول: Name und Anschrift der Ausbildenden sowie der Auszubildenden. یعنی چی؟ مشخصات و اطلاعات کامل کارفرما و مشخصات و اطلاعات کامل کارآموز. بند بعدی: Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung. میگه اون هدف آموزشی و نوع رشته‌ای که شما قراره براش آموزش ببینید باید توی قراردادتون ذکر بشه. بند بعدی: Beginn und Dauer der Berufsausbildung. شروع و مدت زمان دوره شما باید توی قراردادتون ذکر بشه. بعدی: Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit. میگه مدت زمان کار روزانه شما که موظفید در واقع انجامش بدید باید توی قراردادتون ذکر بشه. بند بعدی: Dauer der Probezeit. مدت زمان آموزشی شما باید توی قرارداد ذکر بشه. ولی یه قانون دیگه اینجا هست که اون رو هم براتون میخونم درباره مدت زمان پروبتزایت که پاراگراف 20 هستش. میگه Probezeit muss mindestens einen Monat und darf höchstens 4 Monate betragen. حداقل دوره آزمایشی باید 1 ماه و حداکثر 4 ماه باشه. نمیتونه کمتر از 1 ماه باشه و نه بیشتر از 4 ماه. اینو گفتم براتون بگم. بند بعدی: Zahlung und Höhe der Vergütung. حقوقتون و اون دریافتی شما باید به طور کامل توی قرارداد ذکر بشه. حالا اگه دریافتیتون که توی دوره آسپیلدونگ دقیقا به همین شکل اکثرا اینجوری باشه که سال اول، دوم، سوم فرق کنه، اون عدد دقیق هم باید ذکر بشه. یعنی سال اول ذکر بشه، سال دوم همینطور، سال سوم هم همینطور. بند بعدی: Vergütung oder Ausgleich von Überstunden. میگه اگر که اضافه کاری قراره باشه باید اون مبلغ در نظر گرفته شده برای اضافه کاری هم ذکر بشه. و بند بعدی: Dauer des Urlaubs. مرخصی شما باید ذکر بشه و تعداد روزهایی که مرخصی دارید باید توی قراردادتون آورده بشه. خب من سعی کردم نکته‌های مهم این پاراگراف رو براتون بگم. حواستون باشه اگه خواستید قرارداد آسپیلدونگ ببندین به این نکات توجه کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم این ویدیو براتون جالب و مفید بوده باشه. اگه فکر می‌کنید از اطرافیانتون کسی به دونستن این اطلاعات نیاز داره حتما این ویدیو رو براش بفرستید. نظرتون رو برام بنویسید. خیلی خوشحال میشم و ممنون از وقتی که گذاشتید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی بدرود.